بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ احد. بعد از شکست خوردن جنگ بدر و کشته شدن ابوجهل، ابو سفیان سردار جدید مکه می شود. ابو سفیان 3000 سرباز جوان برای انتقام از جنگ بدر آماده کرده بود. ابو سفیان با 3000 سرباز از مکه بیرون می شود برای حمله به مسلمان ها و مسلمان ها هم 1000 نفر آماده می شوند برای دفاع از مدینه. باز مثل قبل لشکر کافران 3 برابر مسلمان ها بود، اما این بار در لشکر کافران یک جوان با استعداد بود که اسمش بود خالد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشوره میدهد که در داخل مدینه باشیم همراه دشمن بجنگیم، اما بیشتر از صحابه ها میگویند بیرون از مدینه در فضای باز بجنگیم. رسول الله رأی خود را رها کرده و مشوره صحابه ها عمل میکند. رسول الله صحابه ها را به 3 گروه تقسیم میکنند: مهاجرین، اوس، خزرج. از 1000 نفر صحابه 100 نفر زیره داشتند و 50 تا اسب داشتند. ابو سفیان با لشکرش در منطقه احد رسیده و منتظر مسلمان ها میماند. مرکز لشکر کافران را ابو سفیان رهبری میکرد. سمت چپ ابو سفیان را اکرمه پسر ابوجهل رهبری میکرد و سمت راست ابو سفیان را خالد بن ولید با اسب سواران رهبری می‌کرد. رسول الله همراه از صحابه ها به منطقه احد میرسد. عبدالله بن ابی، بزرگترین منافق در آن وقت، زمانی که میبیند تعداد کافران 3 برابر آنهاست، میگوید ما با اینها نمیجنگیم. جنگیدن با اینها عین خودکشی است. عبدالله بن ابی با 300 نفر از یارانش منطقه احد را ترک کرده و از لشکر مسلمان ها جدا می شود. حالا مسلمان ها 700 نفر مانده بودند مقابله با 3000. رسول الله 50 نفر تیرانداز را بر سر کوه میفرستد تا که دشمن از پشت کوه حمله نکند و همچنان تاکید می نماید که به هیچ وجه از سر کوه پایین نشوید. اگر شما دیدید که مسلمان ها پیروز جنگ شدند، از سر کوه پایین نشوید، و یا اگر دیدید که مسلمان ها شکست میخورد، باز هم از جایتان تکان نخورید. از لشکر کافران یکی برای مبارزه میآید، حضرت علی او را شکست میدهد. یکی دیگر برای مبارزه میآید، حضرت حمزه او را شکست میدهد. بالاخره درگیری در میان دو لشکر صورت میگیرد. شروع جنگ برای صحابه ها کمی سخت بود، اما آهسته آهسته صحابه ها کافران را شکست میدهد. ابو سفیان با لشکرش در حال عقب نشینی بود و ظاهر دیده می شدند که مسلمان ها پیروز جنگ شدند. به خاطر همین 50 تیراندازی که سر کوه بود 41 نفر پایین می شود به خاطر جمع آوری مال غنیمت. خالد بن ولید دقیقاً منتظر همین لحظه بود. زمانی که می بیند تیراندازها از کوه پایین شده، با اسب سوارانش از پشت سر کوه به مسلمان ها حمله می کنند. حالا مسلمان ها به جای پیروز شدن جنگ در میان دو لشکر کافران قرار می گیرند. بسیار از صحابه ها شهید می شوند. حتی فرمانده صحابه ها حضرت حمزه توسط غلام حبشی شهید می شود و یک شایعه پخش می شود که رسول الله هم شهید شده است. این شایعه به خاطر پخش می شود که زمان خالد بن ولید از پشت کوه به مسلمان ها حمله می کند، یک تعداد از افراد او به سمت خیمه رسول الله می رود و برای محافظت از رسول الله 9 نفر آنجا بودند. درگیری تا جای صورت میگیرد که دندان رسول الله شهید می شود و 7 صحابه هم شهید می شود. کافران فکر می کنند رسول الله را هم شهید کرد. در اصل کافران مصعب بن عمیر را شهید کرد. مصعب بن عمیر صحابه‌ای بودند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم کم و بیش شباهت داشت. مسلمان ها خودشان را به یک سختی از وسط جنگ بیرون کرده رسول الله را گرفته بالای کوه می‌روند. کافران با اسب نمی‌توانستند بالای کوه بروند و اگر پیاده می‌رفتند مسلمان ها تیراندازی می‌کردند. ابو سفیان میگوید بس کافی است، برمیگردیم به مکه. اما قبل از رفتن به مکه از حضرت عمر میپرسد که آیا ما محمد را شهید کردیم؟ حضرت عمر میگوید نه خیر، رسول الله کاملا صحیح و سالم است. چیزی که تو میگویید او میشنود. ابو سفیان بسیار ناراحت میشود چون این جنگ را به خاطر شهید کردن رسول الله و تصاحب کردن مدینه انجام داد، اما به هیچ یک از خواسته هایش نرسید. بعضی از مورخین این جنگ را بدترین شکست مسلمان ها میگویند،
اما بعضی دیگری از مورخین میگویند درست است ما شکست خوردیم، اما مردم مکه هم به هیچ یک از خواسته‌هایش نرسید. ابوسفیان به مکه برمیگردد و این بار 10,000 سرباز برای حمله به مسلمان‌ها آماده می‌کنند.